بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قربانی کردن یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم با دستان مبارک خود قربانی کردند و یکی از سنت هایی است که از پدرمان حضرت ابراهیم علیه السلام به ما و شما میراث مانده است. اصحاب گرامی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله ما هذه الاضاحی، یا رسول الله در این قربانی کردن برای ما چگونه ثواب ها هست و این از کجا هست و از کجا به ما رسیده است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، این سنت پدرتان ابراهیم علیه السلام هست. و گفتند که فما لنا فیها یا رسول الله، در این قربانی کردن برای ما چی اجر و ثواب و چی پاداش هست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بكل شعرة حسنة، به هر یک مویی که در قربانی کرده می شود، یعنی اون حیوانی که برای قربانی ذبح کرده می شود، در هر یک مویش برای شما یک نیکی و اجر و ثواب هست. و صحابگان گفتند که یا رسول الله فصوفو، یا رسول الله یعنی موی داشتن عادتاً برای بزها هست، یعنی بزها موی زیاد دارن و مویهای دراز دارن و در گوسفند برای ما چگونه اجر و ثواب می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بكل شعرة من الصوف حسنة، به هر یک مویی که در گوسفند هست به این هم برای شما اجر و ثواب خواهد بود. روایت امام ابن ماجه، امام احمد، ابو داود و غیره. و امام حاکم هم گفته است که حدیث صحیح است. و در این حدیث هم دلیل هست که در قربانی کردن هر چی قدری که چیزی قربانی می شده اگر وزنش زیادتر باشد، بزرگتر باشد، همون قدر اجر و ثوابش زیاد هست. در یک حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که گفتند عظموا ضحایاکم فانها علی الصراط مطایاکم، شما در قربانی کردن قربانیتون را بزرگ بکنید، چیزی کلان بکشید، چیزی فربه بکشید، زیرا اینکه این در روز قیامت برای شما در پل صراط همچون یک سواره می شود که بالای اون سوار می شوید و از پل صراط بر می گذرید.